خب راستی امروز یک مصرع حضرت صاحب تبریزی باعث گردید که کمی اطراف موضوع امروز صحبت کنیم. ما به استثنا همه ما انسان ها در زندگی میخواهیم عموما در این دنیا نقش خود را پیدا کنیم، یک زندگی خوب و آرام و آسوده داشته باشیم، یک زندگی که واقعا همه ما آرزوی آن را داریم. اما مشکل این است که اکثر ما به آن دست نمیابیم، چون فکر میکنیم به این خاطر هست که ما آن راهی که باید قرار است یا که آن چیزی که ما گم کرده ایم و پیوسته در جستجوی آن هستیم آن را در دیگر جای میجوییم، یعنی در اون جای اصلی خودش نه بلکه در جای دیگر آن را میجوییم. تقریبا شبیه همون لطیفه که میگویند ملا افندی کلید خانهش را در داخل خانه گم کرده بود، بعد در بیرون در پی جستجوی کلید بود. بعد یک نفر اونجا گذشت گفت چی کار میکنی؟ گفت کلید خانم را جستجو میکنم. آمد خواست او را کمک کند، گفت دقیقا در کجا کلید را گم کردی؟ ملا گفت در داخل خانه. بعد گفت چرا اینجا میجویی؟ اگر در داخل خانه که گم کردی برویم در داخل خانه اون را جستجو کنیم. گفت چون خانه تاریک است میخواهم در این بیرون در جای روشنی کلید را جستجو کنم. به این خاطر در واقع حالی اکثر ما هم همین است. ما اون چیزی که گم کرده ایم در پی آن هستیم، به تعبیر هر کدام ما گاه اون رو خوشبختی میگوییم، گاه اون رو آرامیش یا که هر چی باشد، ما در جای دیگر اون رو جستجو داریم. حضرت مولانا نیز برای همین یک تمثیل، یک قصه دارند. میگویند نفر در پیوسته طلب میکرد که یک دولت، یک ثروت، یک گنج پیدا کند و خلاصه به زندگی اون کمبغلانی خود، فقیرانی خود سامان بخشد، یک خاتمه بخشد، یک زندگی خوب پیدا کند. خلاصه پیوسته دعا میکرد. چه به در خواب یک هاتف به او گفت، یک صدای غیبی بیرون رفت همون داخلی مزرعه خودت، روی جانبی آفتاب برو بیست و تیر رو در کمان گذار، یعنی همون نیزه که ما میگوییم، و آن را رها کن. تیر هر جا که افتید آنجا را کاف، در آنجا یک گنجی هست، خلاصه اون گنج رو پیدا میکنی و تو دیگر زندگیت خوب میشه. این صبح بیدار شد، رفت داخلی مزرعهش، تیر رو در کمان گذاشت تا جان داشت کشید، توی تیر رفت در جای افتید، رفت آنجا رو اینقدر کافت پیدا نکرد. عصبی شد، آمد به خود گفت خدایا ما یک گنج طلب کردیم، تو هم گفت ما رو مسخره کردی، این گنج اینجا نبود. شب دوم باز همین خواب رو دید، باز آمد همین کار رو کرد، نشد. شب سوم وقتی که این کار تکرار شد، اون صدای غیبی به این گفت ما تو رو کی گفتیم که تو تیر رو در کمان گذار و با تمام جانت اون کمان رو کش؟ ما گفتیم تیر رو در کمان گذار و سرده، همین که افتاد همونجا رو کافت. صبح فردا آمد تیر رو در نیزه در همون کمان گذاشت، وقتی دستش را گرفت تیر در پیش پایش افتاد، آنجا را کافت و دید در واقع گنج در آنجا بود و آن گنج را پیدا کرد. خب مولانا اینجا گفتنی هستن که واقعا اون چیزی که ما در پی آن میگردیم، دنبال آن هستیم، بعضا مثل همین مرد که کجاها در راه دور زحمت میدیم خود رو، میرویم به دیگر جایها، در دیگر جایها خوشبختی را جستجو میکنیم، حالا که اون خوشبختی در زیر پای ما، یعنی در داخل خودی ما هست، در وجود خودی ما هست. این عالم چیز جز خودی ما نیستیم، عجیبی این عالم هم خودی ما هستیم.